بیشک این ستاره 5 پر را میشناسید و بیشک نمیدانید که این ستاره 5 پر یکی از با اهمیت ترین و مقدس ترین نمادها در تاریخ بشر بوده است. این ستاره در هر فرهنگ باستانی از امپراتوری پرشیا، عثمانی، هند، چین، یونان و مصر گرفته تا مایه‌ها در امریکای لاتین بسیار مهم بوده است. حتی در دیوارهای غارهای نوسنگی و در نقاشی‌های بابلی ترسیم شده است. این ستاره حتی در مذاهب مختلف نقش مهمی را ایفا می‌کند. در جای مسیحیت، در اسلام، حتی در بودا دیده می شود. اما ماهیت واقعی این ستاره 5 پر در دهه‌های اخیر به شدت تغییر کرده است، به طوری که این نماد امروزه شهرتی شوم دارد. اما چرا؟ اکنون با واقعیتی تکان دهنده شما را آشنا می کنیم. ابتدا باید بدانید که این ستاره 5 پر از 5 نقطه تشکیل شده است که یک خط ممتد از آنها می‌گذرد و امروزه این ستاره را به نام پنتاگرام می‌شناسند که یک کلمه یونانی و به معنی 5 مرز میباشد. قدیمی ترین پنتاگرام های شناخته شده مربوط به 5500 سال پیش در فلات ایران هستند که این را میتوان از نقش این ستاره بر روی 46 تا از کتیبه ها و سنگ نوشته های کشف شده در این منطقه فهمید. Canvas Network. در تمدن کهن پارس 4 ستاره ها از اهمیت بودند. هر بار که هر یک از این ستاره ها در آسمان ظاهر می شد، مردم می دانستند که نشانه تحول در زندگی است. این 4 ستاره به ستاره‌های سلطنتی معروف بودند و امروزه مردم این ستاره ها را به نام 4 ستاره سلطنتی پارسا می شناسند. ایرانیان باستان معتقد بودند که آسمان به 4 بخش تقسیم می شود که هر یک از آنها توسط یکی از این ستارگان که لقب نگهبانان عرفانی داشتند محافظت می شد. آنها آسمان ها را نه تنها به دلیل تغییرات آب و هوایی بلکه به منظور محاسبات زمان و پیشبینی آینده مشاهده می کردند. آنها این 4 ستاره را به نام‌های تاسچتر که نگهبان آسمان شرقی و نمایانگر آغاز اعتدال بهاری، ونانت که نگهبان آسمان جنوبی و نمایانگر آغاز تابستان، ساتویس که نگهبان آسمان غربی و نمایانگر آغاز پاییز و افتران که نگهبان آسمان شمالی و نمایانگر آغاز زمستان بود نامگذاری کردند. بدون تردید ما وجود بعد متافیزیکی نجوم را میپذیریم و میفهمیم. با انجام یک تحلیل اخلاقی از کلمه خود متافیزیک میتوان فهمید که تخیل انسان هنگام نگاه کردن به آسمان شب تحریک میشود. ایرانیان باستان آسمان، فصول و عناصر را به عنوان یک روش زندگی مورد احترام قرار میدادند. این افراد زمان کاشت، رشد، برداشت، شکار و استراحت را از طریق ستارگان میدانستند. آنها از گیاهان، آبها، خاک و سنگها تجلیل میکردند و در واقع در همه چیز ذات خداوندی را میدیدند. زیرا خرد آنها میدانست که همه چیز به هم مرتبط هستند و هیچ چیز متعلق به آنها نیست. آنها این 4 ستاره سلطنتی که پدید آورنده این چرخه و زندگی آنها بود را در قالب ستاره 5 پر نشان میدادند که بالاترین ستاره نشانه ذات خداوندی بود، یعنی روح طبیعت، انسانها و حیوانات. Canvas Network. این باور در نزد ایرانیان همچنان محترم بود تا اینکه فیثاغورس اذعان داشت که این 5 نقطه نمادی از 5 عنصر تشکیل دهنده انسان هستند که به ترتیب عبارتند از نماد روح انسان، خاک، هوا، آب و آتش. عنصر روح به دلیل اینکه ذات خداوندی است در بالای 4 عنصر دیگر قرار دارد. اما اهمیت این نماد تنها در این موارد خلاصه نمی شود. پنتاگرام حاوی نمادی از زیبایی و کمال، یعنی نسبت طلایی است. این ستاره با عدد 5 که نقش مهمی در دنیای ما دارد هم گره خورده است.
و البته اعتقاد باستانیان بر این بوده که این ستاره 5 پر یک نماد قدرتمند برای محافظت در برابر شر و بدی بوده است. همچنین از این ستاره برای تقویت انرژی مثبت در فرد یا محیط استفاده می‌کردند. بدین ترتیب ستاره 5 پر همچنان مقدس شمرده میشد تا اینکه در دوره رنسانس پنتاگرام را برای کیمیاگری به کار گرفتند و به مراتب وارد کابالا شد. جادوگران آیینی دوره رنسانس اعتقاد داشتند که همان گونه که نمادها میتواند روح انسان را به خدا نزدیک کند و موجب تقویت انرژی خوب شود، برعکس آن هم میتواند اتفاق بیفتد. اما در سال 1897 بود که گوایتا این ستاره را چرخاند و رسما در کتاب خود به نام کلید جادوی سیاه چاپ کرد و او این ستاره را رسما در جهت جادوگری مورد استفاده قرار داد. Canvas Network. پس از آن ستاره 5 پر برعکس در آیین ویکا مورد استفاده قرار گرفت. از آیین ویکا به عنوان جادوگری پاگان نیز یاد می شود که در واقع همان آیین مدرن شده پاگان یا بهتر بگوییم شیطانی شده پاگان است. این آیین در نیمه اول قرن 20 در انگلستان آغاز شد و در سال 1954 توسط جرالد گاردنر به عموم مردم معرفی شد. آنتون لوئی یک نویسنده و موسیقیدان امریکایی بود که در سال 1966 کلیسای شیطانی را پایه‌گذاری و تأسیس کرد. او طی چند سال چندین کتاب در وصف شیطان نوشت که شاید و نامترین آنها کتابی موسوم به انجیل شیطانی باشد و او این نماد را بر روی این کتاب چاپ کرد. سپس او این نماد را به عنوان آرم رسمی کلیسای شیطانی ثبت کرد. حالا در این حالت نماد روح که از دیرباز نماد ذات خداوندی بود در پایینی ترین نقطه، یعنی در زیر 4 عنصر دیگر قرار می گرفت. در فراماسونری و سنت‌های مربوط به آن از ستاره 5 پر به عنوان ستاره درخشنده صبح یاد می شود که ما در مجموعه اسرار فراماسونری این ستاره را به طور کامل توضیح دادیم. Canvas Network. اما این تنها نفوذ شیطان به مقدسات و چشم‌پوشی مردم از این رویداد نبود. در قرن 8 میلادی بود که پاپ گریگوری سوم روز هالووین یعنی روز همه مقدسین نامگذاری کرد که در شب قبل آن یعنی 31 اکتبر برای آمرزش مردگان به دعا و نیایش می‌پرداختند. مراسم هالووین به مراتب توسط مهاجران ایرلندی به امریکا و سپس به دیگر نقاط دنیا کشیده شد، به طوری که مردم سراسر دنیا این روز را برای آمرزش مردگانشان دعا می‌کردند و جشن می‌گرفتند. همانطور که قبل‌تر گفتیم، آنتون لوئی در سال 1966 کلیسای شیطانی را تأسیس کرد و قوانینی را وضع کرد. او روز 31 اکتبر را تعطیل و روز برپایی جشن برای پرستش شیطان اعلام کرد. این جشن دقیقاً با جشن همه مقدسین مسیحیت یعنی همان هالووین تداخل داشت. بدین ترتیب شیطان پرستان به این مراسم نفوذ کردند و این مراسم کم کم ماهیت اصلی خود را از دست داد، به طوری که امروزه بیشتر شرکت کنندگان در این مراسم بیخبرند که به میهمانی چه کسی می‌روند. It's another day to live another fairy tale. It's another night to drink and then forget. Hold on, tomorrow won't wait around forever. یکی از باورهای شب هالووین این است که اگر یک دختر مجرد در نیمه شب با یک شمع جلوی یک آینه برود، همسر آینده خود را خواهد دید. اما او در واقع
این موجود را سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید. Dancing in the pool, they rise.